ارجمند امروز دوشنبه 12 اکتبر است و کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان نتیجه های انتخابات پرزیدنتی را اعلان کرد. بنابر این نتیجه هایی که اعلان شد امروز با بیش از 90% آوازها پرزیدنت امامعلی رحمان انتخاب شده است و ما در این باره یک ویژه برنامه داشتیم که صبح امروز پخش شد و همچنین ساعت 1 به وقت پراگ نیز یک برنامه ویژه دیگر را داریم و حالا همکاران ما مشغول تهیه این برنامه نو هستند و حالا من رو می‌آورم به همکارم سراج‌الدین اسلام که محرر بخش رادیو آزادی هستند و می‌خواستم نخست بپرسم از شما که در برنامه که چند ساعت بعد پخش می‌شود محتوای آن از چی عبارت می‌شود؟ اولا ما از نشست خبری یک خبری گسترده را داریم. پس از اون ما با متخصصان کارشناسان صحبت میکنیم که این هم در پخش مستقیم خواهد بود. 2 نفر در استودیوی دوشنبه با ما میپیوندند. غیر از این با نظر مردم را نیز میگیریم. اینا محتوای برنامه ما است. غیر از این با چیزایی داریم که برای بیننده ها خیلی جالب خواهد بود. سپاس و رو می‌آورم با همکار دیگرم از بخش رادیو آزادی طاهر سفر که مشغول آماده کردن واکنش ها و نظران کارشناسای بین المللی هستند. طاهر میشود بگوید که حالا مشغول چی هستید؟ بله، ما هم بعد از اعلان نتیجه انتخابات درباره اون صحبت میکنیم که در دیگر کشورها یا مثلا کارشناسان خارجی، تحلیلگران، سازمان‌هایی که انتخابات را نظارت کردن درباره انتخابات تاجیکستان چی میگویند. مثلا بعضیشون گفتن که انتخابات هرچند در بنابر زیر سایه جنگ قره‌باغ موندن، زیر سایه خلای سیاسی در قرقیزستان موندن، در نظر دیگران یعنی زیاد نمایان نبود، اما برای مردم تاجیکستان اهمیتی زیاد دارد چون انتخابات شفاف و عادلانه نبود و منتظر هستیم نظر و اندیشه های دیگر طرف‌ها از جمله کارشناسان و یا مخالفین که به دست ما رسید حتما آماده میکنیم و در برنامه پخش میشه. خب امیدوارم همه این را در برنامه امروز ببینیم و بیننده ارجمند همچنان همکاران دیگری ما در اینجا مشغول بررسی واکنش های مردم نیز هستند و اینجا بیننده ارجمند یادآور میشم این کرسی شهلا گلخواجه است. او حالا مشغول بند دیگر کارها است و البته در برنامه با شما و میخورد و اینجا همکارم مومن احمدی نشستند که تمام شبکه‌های اجتماعی مربوط به رادیو آزادی را نظارت میکنند، واکنش‌های مردم را میخوانند. مومن بگوید که واکنش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی چگونه است، چی می‌نویسند، چی ها میگویند؟ بله عبدالله، در خبری که ما نشر کردیم در صفحه اینستاگرام از غالب دانستن امامعلی رحمان در انتخابات پرزیدنتی، یعنی بیشتر از 500 شهر تا کنون ما دریافت کردیم. اکثر شهرنویسان واقعا احساس می شود که طرفداران امامعلی رحمان هستند. آنها تبریک کردند، گفتند که با پیروز دانستن امامعلی رحمان تاجیکستان را آینده درخشان انتظار است و وطن ما باز هم آبادتر می شود. اما گروهی که فعلا نظرهاشون در قیاس به طرفدارای امامعلی رحمان کمتر هستند، اونها این رو انتخابات ندانستند و گفتند که این یک نوع غصب حاکمیت است و باز 7 سال دیگر مثل قبل مردم در قشاقی و کمبیزاتی به سر میبرد. ما این نظرها رو جمع داریم، البته میانی طرفداران نامزد غالب در انتخابات و مخالفان آنها خیلی رد و بدل است و تحقیرهای زیاد هم جای دارد که ما اون تحقیرها را حذف میکنیم و از کاربران هم خواهش داریم که لطفاً در نوشتن نظرهاشون از احتیاط کار بگیرند، چون تحقیر نکنند، زیرا ما هم افراد تحقیر کننده رو حذف میکنیم هم نظرش. بله مومن درست قید کردند و بیننده ارجمند ما نیز از شما دعوت میکنیم که البته دشنام و حقارت هیچگاه قابل قبول نیست و
بیننده ارجمند همکاران دیگری ما نیز مشغول تهیه خبر و گزارش ها هستند و که اکثرا در وبسایت رادیوی آزادی www.azadi.org همه روزه نشر می شوند و مسئول صحیفه اینترنتی رادیوی آزادی همکارم کیومرس عطا هستند که دویم مشغول کارند. کیومرس می شود بگوید که تا این لحظه ها ما چی خبر و گزارش ها داشتیم در مورد نتایج انتخابات و در ساعت های نزدیک باز چه مطلب ها خواهیم داشت؟ تشکر عبدالله، تشکر برای این امکاناتی که به ما دادید. این وبسایت ما هست، ما در اینجا میبینید که اخبار آزادی هست و بخش برنامه ویژه اخبار آزادی در اینجا هست. از کمیسیون مرکزی انتخابات داریم که نتیجه های انتخابات را اعلام کردند و کدامی از نامزدها چقدر رای گرفتن در اینجا هست. شما میتونید در اینجا در شکل اینفوگرافیک هم ببینید که آخرین رقم ها در اینجا آورده شدند. خب آیا شهرنویسان هم زیاد هستند و بله شهرنویسان زیادند و از زمان اعلان انتخابات ما گفتیم که تقریبا 2 ماه باز این موضوع بسیار موضوع داغ است، سربحث است و هر روز ده ها نفر به ما شرح می‌نویسند، درد دل میکنند. بعضی ها از جریان انتخابات، از نامزدها، از شخصیت ها راضی هستند، بعضی دیگر بسیار گویم که خشمگین هم هستند، ناراضگی میکنند. به هر حال حالا انتخابات تمام شده است، برنده اعلان شده است. ما حالا واکنش های نامزدهای دیگر را جمع میاریم، واکنش کارشناسان و تحلیلگران بیرونی را جمع میاریم و ببینیم که باز این خواننده های ما چه خیلی واکنش میکنن. حتما که اون را با نشر میکنیم. تشکر زیاد و برای کار میخوام به شما کیومرس و بیننده ارجمند. تا کمتر از 3 ساعت دیگر بخشی برنامه ویژه ما پخش میشود که از روزهای معمولی بیشتر است، یعنی نیم ساعت رو فرا میگیرد و ما شما رو البته در آنجا منتظریم. و حالا ما با اتاق کاری سرمحرر رادیو آزادی نزدیک میشویم، استاد سلیم ایوبزاد که البته دویم مشغول کار هستند. و استاد ما امروز یک ویژه برنامه داریم البته که چند ساعتی بعد پخش می شود. شما با بینندگان چی پیام دارید؟ من میخوام گفتن که برنامه‌ای که در دوام این 2 روز اخیر در حال تهیه و پخش هستند خیلی خوب بودند و بینندگان ما، مشتریان ما را در جریان میگذارند. مثلا من باور دارم که قسم زیاد اونهایی که از شبکه‌های اینترنتی استفاده میکنند و ما 1 میلیون و نزدیک به 300,000 آبونچه در یوتیوب داریم، خبری اونی که در تاجیکستان انتخابات خیلی گذشت از دیروز تا امروز از ما گرفتن و حتی آخرین خبر را که کمیسیون مرکزی انتخاباتی تاجیکستان این آوازها را بگویم چگونه تقسیم کرد به نامی که چند نفر چند درصد اعلان شد. امروز روز جنبست است و بیشتر ما با تحلیل ها و بررسی ها و واکنش ها مشغول هستیم. مثلا نامزدهایی که بودن در این رقابت ها چی بها میدین، چی نظر دارند، قبول دارند که باختن یا نه. و کارشناسان، از هم مهم کارشناسان این انتخابات را در روزهای تاریخ تاجیکستان، تاریخ نوترین تاجیکستان چگونه ارزیابی میکنند و انتظارات آنها و انتظارات مردم که اکنون در 7 سال آینده کشور و مردم را چه چیزها انتظار است. امروز فکر کنم برنامه جنبستی به این بخشیده خواهد شد. تشکر از شما برای بیان اندیشه و بیننده ارجمند. باز هم یادآور میشم برنامه ویژه ما امروز ساعت 1 به وقت شهر پراگ پخش می شود. ما شما را در آنجا منتظریم. تا دیدار در ملاقات بعدی.